امروز خیلی از شوخی هایی که متاسفانه در جوامع ما بین دوست ها وجود دارد سبب ایجاد بغض، عداوت، کینه و دشمنی می شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم مزاح می کردن، اما هیچ وقت در مزاح کردن دروغ نمی گفتن. درست. امروز در مجالس دوستانه که میشنن اکثر جوانها خواستن متاسفانه 90% مزاح های اینا بر سر دین است. سر مولاست و سر لنگی است و سر ریش است و سر مظاهر دینی است. و این کار خیلی خطرناک است. چطور است؟ چون الله سبحانه و تعالی در سوره نساء حالت تعدادی از منافقین رو بیان می کند که در غزوه‌ای بود، در یک مجلس نشسته بودن 4 نفر دوستا با هم میگفتن، میخندیدن. در بینشان 1-2 نفر آدم دیندارم بود و منافقم بود و هر رقم. یکیشان گفت که والا شکم پاره تر از این قاریای قرآن ندیدیم. وقت خوردن از کل که زیاد میخورن، وقت عمل کردن تنبل هستن. یکی بلند شد از اینجا گفت والله میرم به رسول الله این حرف شما رو میگم، چون میدانستن که این حرف تمسخر با شعائر دین حرف بدی است. رفت به پیامبر شکایت کرد. قبل از اینکه بره پیامبر شکایت بکنه آیات نازل شد در این باب. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر شدن از طریق وحی و اینها وقتی که خبر شدن که پیامبر اطلاع پیدا کرده آمدن پیش پیامبر عذرخواهی کردن. یا رسول الله کنا نخوض و نلعب، ما شوخی میکردیم، مزاح میکردیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم جوابشان این آیه را تکرار میکردن: ابی الله و آیاته کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آیا به الله و نشانه ها و شعائر دین داشتید شما تمسخر میکردید؟ عذر نیارید که کافر شدید. بعد از ایمانتون. پس این شوخی ها و مزاح هایی که اولا با شاعر دین باشد، ثانیاً شوخی ها و مزاح هایی که ناموسی باشد، طرف مثلا با محارم دوستش شوخی بکند، والا زنت فلان رقم بوده، خواهرت یا مادرت، شوخی های ناموسی یا فحش دادن هایی که مثلا به خواهر و مادر و بیبی و فلان اینها فحش میدن. این شوخی ها اینا فسق است. اینا شده که گاهی اوقات حتی به سرحد قتل رسیده. دقیقاً. حالا اگر طرف غیرتی وجود داشته باشه، بعضی انقدر بی‌غیرتشن که طرف دوستش خواهر و مادر فحش میده بهش اما هیچ اصلا کنه. چون چی شده؟ غیرت، مردانگی، چیزا از بین مردم متاسفانه رفته است. پس مزاح کردن باید در چارچوب باشه، یعنی شوخی کردن، مزاح کردن اینها ممنوع نیست در دین، اما باید مانند همه اعمالی که ما انجام میدهیم باید در طی یک چارچوبی که دین و شریعت برای ما تعیین کرده است صورت بگیره.